میشنوی صدای ترکیش؟ این صدای بمب. بیا رفته بین. نرویم. این کیست؟ راهبرمون رو اسیر گرفته است. چیکار کنیم؟ من رفته زن رو گروگان میگیرم. کی میدونه چی میشود؟ راه گرد. اونجا انتظار شو. کنی تو با من بیا. خس میگویم. خس. سر ده برو. خاموش شو. کجا میبری برو. رفته. بمونم. هشت را. سر ده میگویم. گشتان در اینجا کمیته دعوا و محاکمه بود است؟ چند نفرید؟ یک مایلش میبینیم. گفتی که یک نفر است؟ یک نفر گفتی کو؟ قسم میخورم. مایلش ما دو را یک حساب بکنیم. راه گرد. سلاحت را پرتو. اگه پرتو سلاحت را. های ببین مغز سر این زن را چخل پاش میدهم. رزیل نترسید، حاضر شما را نجات میدهم. سلاحت را پرتو. وگرنه هر دویش رو میکشم. اگر با آنها ذره ضرر رسانی تو را چنان عذابهای میدهم که تصور کردن نمیتوانی. شنیدی مرا احمق؟ گوش کن مرا. راهبر ما را سر ده. مرا نمیشنوی مگر؟ میکشم اینها را. میکشم. اول تو زن و کودک را سر میدهی. اول تو سر ده. این چی خیلی شده؟ راهبرم کجاست؟ آیا همون آدم اومد؟ حساب میکنم. اول این را پس آن تو را میکشم. سلاحت را پرتا. تو دیوانه شدی. این دیوانه مرا میکشد. گفتم که پرتا. اگر نمیپرتایم مرا میکشد. دو پرتا سلاحت را. تو دیوانه ای مگر میخواهی که مرا همینجا کشم؟ گپی من تمام. با راهبرت الوداع گو. تو هم با این زن خیلی خوش کن. اصلا من کسی را کشتن نمیخواهم، ولی وضعیت همین را طلب میکند. خس کم و جهان پاک میگویم. آقا ایگید چی شد این حال؟ بقفا نگر. چی؟ بازی تو به همینجا. پرتو سلاحت را. رزیل اگر بار مرد بر این روبرویم میبرآمدی حیران میشد. بس کن. پرتو سلاحت را.
الا اکای زفر اکا به استانبول آمدی در جنگل در خانه اکا یکی در دستمان مایلش اکا سومکه‌ای را که با خود می‌بردی تجهیزات‌های گوشکنی دارد. حتی تجهیزات‌ها برای گوشکنی تلفن هست. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. کجایش نادرست است؟ خطا این است که این کار تو غیر قانونی است. من با امر بالا بوده ها گوش کردم. نه خود که این چه خیل می شود؟ 2 میلیون دلاری که از شیرت طلب کردید آن را هم با امرهای بالا بوده ها کردید ها؟ آید این موضوع چیزی گفتنی ندارم. آن هم از روی وظیفه بود. عجیب، توفهی وظیفه باری اول میشنوم. آن وظیفه به آدم داده می شود که جانش را برای وطن فدا می کند. این چه خیل می شود؟ از آدمان بیگانه برای فایده غیر قانونی اندازبندی می کنند. اصول کارم این است. از چارچوب قانون که بر آمدی منطق به کار نمی آید. گپ زن، از چی می خواهی سر کنی؟ گپ زن. فرمان را از که می گرفتی؟ در میمونخانه نام نوهنگوشت را گرفتی. او کیست؟ رابرتون است مگر؟ خودر من فلانی گویم این مراتب میپرسی که فلانی کیست؟ فلانی را فلانش میشود گویم باز او را میپرسی. با فهمش شما فلانی و فلانی و نوهنگوشته و غیره امکانی با ما چونین مسخره بازی کردن را نداری. دیگر گپی آدم های ارتباط ناکد به ما بکار نمی آید. برای همین ما را عذاب نداده به سوال های ما جوابی درستی. وگرنه از خودت گله کن. من گناه نکردم، تنها امر را اجرا کردم. احوالتون را بینید. شما فکر کردید که دم مار را زیر کردید، اما سر مار را زیر کردید. شما 40 نان باید خدایی کنید. پروا مکن، من در زمین کلان شدم. سر مار را خوب زیر میکنم. زرد خاطررسان میکنم که در این ساحه سردارم 2 ستاره مسابقه بالکان دارد. خودش در این مناطق تجربه با این مارکشی هم دارد. ادوکتم را میخواهم. مایلش، من راضی. نجیب سردار، ادوکتش را یافته بیارید. مرحمت سردار. тамошобинони муҳтарам, айни ҳол дастгиршавандаe ки мехост ба Русия гурезад зери пурсиш қарор дорад. имрӯз дар амалиёти эргеником як пешравие ба чашм мерасад. айни замон ба мо иттилоъ доданд ки як маҳсули боло ки мехост ба Русия гурезад аз тарафи кормандони аҳмият дастгир карда шуд. бозпурсӣ 2 соат аст ки давом дорад. برایشان دام گذاشتم. حیران شدم که چه خیل دستگیر شده است. فرخ به ما چی شده است؟ چی شده است؟ سردارم من هم حیران شدم. باید چون این صورت نمی گرفت. در بالا بوده ها از این کار خوششان نمی آید. برایمان می دوند. ایبا هم ندارند. حتی بے پروا. همه کار را میکنیم. چیزی که در فکر داشتیم تطبیق کردیم و ادامه داریم. در سطح قرار داریم که اگر لای هم بردای میزش نمیماند. به احوالمون نگرید. این دیوانه های ما باشند. یک به یک دستگیر شده ایستاده‌اند. سردارم اگر خزینه به دست افتد آنگاه محو میگردیم. ما یک طرف باشیم شما خودتان را خلاص کرده نمیتوانید. من باید با افغان واخورم. میگویم که آنها به میدان برایند. عاجلا یگان نقشه برای غوغا برداشتن باید اندیشید. کبوتر لبه سردار با بایگانی رو و چقدر موادی که درباره جنایت دست گرفته به من بیار. اطاعت سردار. نمیدونیم که ما را میفروشن یا نمیفروشن. چی کنیم؟ 70 را پای زدن یکی از وظیفه های ماست. برای حفظ جان ناخن را دادن باقی ندارد. پرونده ها را چی میکنیم؟
دختر شوهر روزنامه نگار رانا با این خیل قصه ها مراقی کلان دارد. سردارم آن دختر بسیار سرسخت است. برای ما کاری نمی کند. آنها برآمد میکنند. آن بدبخت هم خرسند میگردد که خبری مهم به دست آورده است، حالان که به کی خدمت کردنش را نمیداند. از شرکت ساختمانی کسی پیدا نشد؟ والله سردارم باورتون نمیآید. یک بنده خدا برای بیانات نوشتن نزدیک نشد. کسی را که میپرسی من ندیدم میگوید. کسی همه را سخت ترسانده است. شرکت هم با قوت از سر راهی نیست. سردارم من دو آنه دردی سری من هم اوزیر شد. ضیافت دیروزه چه گذشت؟ سردارم نپرسید. شما جناید زرد رو دستگیر کردید، اما خبری مهم رو من میدانم. کدام خبر؟ زنی که با من زنگ زد خبر رو در تلویزیون شنیده است. نفری هست که با جناید زرد کاری مشترکی داشته است. میخواهد که شاهدی دهد. چه جدی میگویی؟ جده در عربستان است آقای ممدوک. من همین شوخی های بی‌معنی تو رو. یک لحظه، این زن کی بود است؟ این که جسوران دائما را کمی به اندیشه میبرند. خیر؟ من گپم رو گفتم، حالا شاهد پنهان است. من هم نمیدونم، لیکن برای واخوری کردن راضی شد. رفتیم آواز که یحیی را خبر کنیم. مایلش. ادوکت جناید آمد؟ بله اومد. رمزی ثبت شده شدند؟ مسئولان تکنیکی کار کرده ایستادند. مرحمت. مشغولت محترم دادستان. بیایید نجیب سردار. آقای زکی یحیی، رانا به شما گفتنی ها دارد. زنی با او زنگ زده است که نسبت جناید شاهدی خواهد کرد. خداوندا این زن کی باشد؟ هنوز نمیدونم، اما میخواهد که پنهانی شاهدی دهد. این زن یا فریب از آنها خورده است یا با شرط با ما سودا کردن میخواهد. سردارمان به این هم دائما به خود اصول نگاه میدارد. نجیب سردار حق است. شاهدی پنهانی کلیدی اساسی این مسئله است. میدانید که بعضی نفران این گونه حادثه ها را در رسانه ها آب دادن میخواهند. فکر میکنند که نفری را از قدی کوچه داشته همچه شاهد گذرانده ایم. شما چی فکر دارید؟ اگر خواهید گرفته بیارید. در اول باید معلوم کنیم که تا کجا میداند دو و آن تا چه اندازه درست است. میسنجیم که راست میگوید یا بازی میکند. اگر بازی کردنی باشد، این برایمون امتیاز است. آن را تعقیب کرده لختک باز را میابیم. مسئله فهمو. مندو تو با رانا را شرایط را بزن فهمون. قبول کند گرفته بیارید. ما هم کافت و کب میکنیم. فکر کنید این زن نکته مهمی اخباری من است. زود یگان شورش رو میبینیم. تو بازدید. مرحمت شنید سردار. تو برادرم را به قتل رساندی. برادر تو کدامش بود؟ وقتای آخر بسیار کسان را به دوزخ روان کردم. به یاد آوردن دشوار است. فیراد را در روزی روشن در شرکتش به قتل رساندی. وایمی میدانی چی پیش از مردن بسیار توالا کرد که نکشم، اما آخر من قسم خورده بودم، علاج نداشتم. حاضر جزای تو را این زن و کودک میکشند، مگر با اینها جبر نیست؟ گوش کن مرا، مادامی که قاتل برادرت من هم سردی آنها را هرچی خواهید با من کنید. اگر خواهید تا سهر زیر شکنجه قرار دهید، برانید، کشید، لیکن آنها را رها کنید. این را به این هم میکنم، لیکن من میخواهم که این دو بیگناه را در پیش تو شکنجه دیم. این حالت را در تمام عمرت فراموش نمیکنی. اگر با آنها دست زدی، این زنجیرها را بر گردنت بسته مثل سگان در کوچه ها میگردانم. سرده آنها را، نرسید آنها را، سردهید. من بیرحمترین آدمی هستم که در حیات دیده ای. برای دیدنی مرگ دشمنم راضی هستم که جانم را قربان کنم. زن و کودک را سرده، هرچی خواهی با من کن. کدوم کودک را؟ همین کودک را؟ زهرا دخترم.
شما حرام میمونید شما میمونید حیوانهای بی‌ناموس من شما را میکشم به جهنم میفرستم حیوانها رذیلان ناکس خوش اومدید خوش باشید جانکم رانو خانم بله سلام مرحمت زهیلی که به شما گفته بودم خودش چند سال است که جنید زرد رو میشناخته است سرکمیسر آقای ممدو از امنیت سلام شاد شدم لیکن وقتی زیاد نداریم زود سری موضوع میاییم درباره جنید چی ها میدونید؟ همه چیز در اومدنش رو در کجا کار کردنش رو با کی کار کردنش رو تا چی درجه دیوانه بودنش رو برای چی میخواید که نسبتش شاهدی دهید؟ خیلی آسان مرا فریب کرد جنید مرا هم گوش کرده است نسبت من یک چند سند دارد از زندگی پر از ترس بیزار شدم چی که شود من هم میخواهم که برای حد زندگی کنم بگویید که شما یگون طلب یا شرطی دارید برای شاهد شدن نمیدونم ممکن گناهایی که من کردم گوش کنید این کار در دست ما نیست حتی آقای دادستان این کار را تنها کرده نمیتواند البته که به فایده شما هم میشود لیکن چقدر نمیدانم اگر نیتتون فایده کلام باشد ممکن عملی نشود و من باشد باز فکر کنید جای فکر کردن ندارد دیگر چون این زندگی کردن نمیخواهم من میتوانم گفتگویتون رو نویسم اگر نامم را ندهید هیچ گپی ندارد فهمیدم رانا آخر چیزی نقل نکرده است در ثبت و قید هم ناومده است خاطر رسان کنم تو حالا حقوقی دخالت کردن رو نداری چرا من با کارم کفالت میدهم اول پوره میسنجم بعد همچون شاهدی اصلی گواهی میدهم مرحمت به شوبه رویم برای کار با شما خیر من رفتم مایلش از این کار خبر میدین؟ البته میدهیم با خبر شود بزن نرس رزیل خاموشیست نرس ببای خاموشیست نوبتی تو هم میرسم میکشم شما را شما حیوانها را میکشم میتوانید که مرا برانید بر سرم برانید کشید مرا لیکن بزن نرسید حالا باشد با تو بسیار چیزها را نشان میدهم این اولی کار است زن را سرده با تو گفتم زن را سرده با من کاردار نشم نه نمیشود تو با شخصانی که سیر را داشته میتوانند مانند هستی گوش کن با تو چی میگویم یکی این زن خیلی زیبا بوده است میگویم تنها با تو سرده گوشم مادرم خوب هستی میگویم میکشم صبر کن نیال طاقت کن تو را البته خلاص میکنم بگید دخترم رفت التماس نجاتش ده حاضر تو رو چنان عذاب و شکنجه میدیم که عقلت را گم میکنی بر روزی تولدت لعنت میکنی هرچی خواهی کن لیکن از دستت کاری نمی آید نه با تو دست نمیرسانم فقط با این زن میکنم تو تماشا میکنی چشمت را نپوشیده نگاه کن با اون زن دست نمیرسانی تو مرا فهمیدی با موی سرش دست رسانی روی دهایت را کنده میخورانمد فهمیدی میخورانمد نگاه فهمیدی نرس با این زن گرفتنی بابای دست نرسون بگویم نرس بابای حرام از درون آواز تیر می براید از افتش یگید حالو هم زنده است یک قدم اون زنک رو میپرانم نرس با او بابای دست نرسان
شوخی نمیکنم میپرونم. آقای گید سرده مرا میگویم. وضعیت به نهایت دشوار است. زودتر یکی تو رو بکش. عاقبت کاری تو مردن است. سرده زندرا تو خودت مرا مجبور میکنی که تو را پاره کنم. ای بی خودت مرا مجبور میکنی. سرده التماس مرا سرده. سر میدیم با تو احتیاج ندارم. از او که هر کار رو انتظار شدن ممکن. این آدم رو چندین سال است میشناسم. قاتل است. دیگر چی هم میکرد؟ باور نمیکنم زن رو روی راست پروند. حیران نشدم. از حد گذراند. و فکرم کودک رو هم کشته است. نگاه کن سلاحم را میپردایم. زن را سر میدهی و مرا گروگان میگیری. و تو میگویم احمق مرا میشنوی. نیهال آقای یگید دخترم رو کشتند. آرام شو حالا یاری تجلی را فریاد میکنم. بربروس مرد. دخترم مرد. من هم نزدی آنها میروم. آرام باش خود را خسته نکن. من هم باید نزدی آنها روم. من کجا هستی؟ اوکش من تو را میابم. درون جهنم هم باشی میابم. میخوای کافتنگر حالا تو بسیار مرا میکوبی. زنه که بیچاره حیف شد. میبینم که دیلت میسوزد. ما کارمون رو میکنیم اما آهنی نیستیم. قاتل هم نیستیم. آخرین کودک است. و ما چی فرمان دیان همان رو میکنیم. لیکن این خیلی نباید میشد. اوکش کجا گم شدی؟ برو به میدان.
با فکرم شرط رو من بریدم آدم تیرها را خورد. از کجا میدونی؟ با فکر من یکی رو تیکه و پاره کرده است. چند زنه تیر هم تمام شد. ایستو میگویم فراز ماشین گم شو التماس نپران بلا زند این رسیل کجا گم شد عجبا ایستو ایستو میگویم باش با تو وا میخورم پروا مکن وا میخورم البته وا میخورم این دفعه رها نمییابی تو را یافته خونت را مینوشم خونت را من جنید رو از دوره مکتبیمون خوب میشناسم. جوانی پرهوس بود. فکرهای کلان در سرش بود. این فکر خود شما بود؟ در اصل نه. وقتی طلبگیش او را نظارت میکردند. از من خواهش کردند تا با او رفت و آمد کنم. آن وقت خانه هایی بود که ما جوانها آنجا جمع شدیم. کیها به این خانه می آمدند؟ اکثری وقت طلبه های گلچین شده. با شما چه خیر شناس شد؟ من با او شناس شدم. جوانی ملتگرا بود. دائما با او میفهموندم که چگونه وطن دوست باید شد و چیها باید کرد. راستی گپ گفته های معقولش بود. سال 1995 در سیلو و بعدتر در بوسرا کار کرده است. سالهای 95 عین سرحرکتی و اوج فعالیت او بود. بله میدونم. او نفری بود که نظارتش دشوار بود. چنان دشوار بود که حتی با فکر و عقیده خود حرکت میکرد. راهبر و یا شخص اول با او چی خیلی شناس شده باشد؟ اول من شناس شدم. از نام او وظیفه ها را پیش می بردیم. نفرت به ارتجاعی ها داشت. در این موضوع عمل کردن می خواست. برای همین گزارش ها آماده می کرد. دائما می گفت که باید ما کاری رو انجام دهیم. شما هم با او همکاری کردید؟ افسوس. و بعدا دیدید که به شما خیانت کرده در حقتان پرونده شده است. نمیخواستم که چنین شود. ممدو این حکایه برای شناس نیست؟ نه هنوز نیست سردارم. ببین زنی که نیت در آمدن به جمعیت فعالان دارد شناس نامد مگر؟ با خدا سردارم نمیشناسم. ممدو سرد را کمی بکار درور. اگر گپی شخصی داشته باشید میتوانید در بیرون دوام دهید. ببخشید آقای زکیه بیا با من. خودی خودش چه فکر نکردیم؟ باید از اول تخمین میکردیم. سردارم چی شد؟ چی رو باید تخمین میکردیم؟
اگر گفته های زنک درست باشد اکنون پارچه و جای خودشون رو میگیرن. اشاره کنید من همسرم رو کار فرمایم. ممدو بیدار شو. این حکایه حالم برای شناس نبرامد. نه یکم مرتبه است که میشنوم. گوش کن. جنید زرد وطن دوست دار ملت دوست باید کار انجام داد. خیر. بعد زنی وارد میکرده. خیر. کیست این زن؟ زحال. شد. با جای جنید زرد یکی درا گذار. یک بار دیگر میپرسم کیست آن زن؟ ملیکا. سلام ممدو. و تو چی شد من تو را نمیفهمم. سردارم عقل و هوش نموند. با خدا در یک روز 3 ساعتی خواب روم هوشم به سر آید. ملیکا در اومده است میگوید. یگید از همه زیاد با او میخورد. ملیکا یک لحظه از دم یگید دور نمیایستد. تا آمدن ملیکا در یگید تغییرات دیده نمیشد. هرچی نباشد و دختری کبوتر. چی خیل فکر نکردیم. اکنون چیکار کنیم سردارم؟ ملیکا را تعقیب جدی میکنیم. یگان شی را پای نخواهد برد. هر قدمش را تعقیب میکنیم. آچه‌اش را آب برد. اگر گفته‌تون درست باشد پس به چه احوال افتیدیم؟ انا یگید میبراید. بیچاره خیلی افگار شده است. با من زنگ میزند. یکی در کجایی؟ مرا با آنجا بر. تو خوب هستی؟ چی در داری؟ همشون رو میابم. یک همشون رو میابم. از همشون قصاص میگیرم. همشون رو میابم. پیکاس را میگویی؟ بله. چی شد؟ چرا برگشتی؟ آخر نمیرفتی؟ با تو هرچی گویم همان را کن. به من سوال نده. تنها گفته هایم را اجرا کن. مایلش عصبی نشو. برای همین شب وقت جدا میکنیم. تو مغلوب شدی. شرط رو من بریدم. افسوس که مغلوب شدی. شد که داری عشق غالبایی. اکنون میبینیم. بیا دیگر اینجا زیاد نیستیم. بیا چی رو انتظاری؟ سردارت را حبس کردند. بیایید سردارم، بیایید سردار. تو اصولی گوش کردن تلفن ها را سرفهم می روی؟ این تجهیزات ها را من آوردم.
پروا نکنید. تا امروز در همه گوشکردن‌ها حصه هم موجود است. کارها بی‌وضع ادامه می‌یابد. از عهده کار برآمدن خیلی خوب است. روش بازی که برآمده شود بازیگران نه آنقدر مهمند. همه مسئولیت به دوش تو. سردارم، مطمئنم که اگر مثل شما راهبر بالای سرمان باشد یگان کمبودی دیده نمی شود. حتی پرونده ای را که نسبتی جنیدی زد گفته بودید تیار کردم. خیلی خوب. چیکار کنیم؟ به مطبوعات پهنش کنیم؟ نه هنوز. کنه بینیم در بازپرسی چی ها میگوید. شاید صداقت نشان داده خاموش میستد یا برای نجات خودش بلبل بری میخواند. همین که امر کرده پرونده ها را پهن میکنم. تو گوش کردن گیر. برای آب دادن این دعوا کمترین امکانیت ها را هم استفاده باید بود. خوب شده سردار. من هم برای واخوری با 7 گانه نقشه باید فراهم کنم. باید نقشه ها عملی گردند. چرا کسی نمی آید؟ چرا از کسی صدای نمی براید؟ آیا ما اینقدر بی قوت بوده ایم؟ با من میگفتند که پلیس خودش کیست که ما را بازپرسی میکند؟ این خلداد و فیغان نبردار. اینجا شاهد پنهانی گواهی داده است. بر ضد تو دلیل دارد. این از کجا برآمد؟ کی بوده است؟ نمیدانم، دیگر چاره نداریم. اگر گفته‌هایش تصدیق شود کارمان باز هم دشوارتر میگردد. مرا میفروشند. میدانم میفروشند. بی حیاها. کمی آرام باش. کسی تو را فروختنی نیست. از زهر در همین جایم. دیوانه شدم. گوش کن مرا. من به حبس نمیروم. من به حبس نمیروم گفتم. آرام باش، تو را حبس کردنی نیستیم. کنیم بینم این شاهد پنهانی چی میگوید. به این هم چیزی را اثبات کردن نمیتوانند. علاج که نشد از بالا فشار آورده تو را میبراریم. بیا میرویم. او را به کجا میبرید؟ به مهمانخانه. امشب در اتاق پادشاهی میایستد. تو چی ها میگویی؟ امشب را در نظارتخانه میگذرانی. راه گرد. من از اینجا میبرایم. حتما میبرایم. کاری کرده از اینجا میبرایم. اگر من رفشنی را نبینم کسی دیگر هم نمیبیند و نخواهد دید. بهترش به خوبی آمده مرا برارید. آنقدر گوش کرده ای که مانده شده ای و اکنون وقتی دمگیری تو آمده است. باید برایم. درا احتیاج پیدا شود به اتاق خدمت رسانی مراجعت کن. و مثل مهمانخانه رسیه نمی شود اما اتاق دولتی است. به همین قناعت کن. مرحمت اینجا گذار. با شما میگویم مرا سر جناب، در راه را با مسافران خدمت نمی رسانیم. باید به درون درآیید. اگر به اینجا در آمدن نمیخواستید این را پیشتر فکر کرده به کارهای حرام دست نمیزدید. التماس خواهش میکنم مرا سر دهید. گم شده. مرا سر دهید. من باید برایم. سر دهید مرا. خواهش میکنم مرا سر دهید. مرا سر دهید. خواهش میکنم. کنیم در حقیقت ملک هستی و یا شیطان هستی ملکه خانم. انشاءالله فریب خوردم.
салом. کار روز از روز عجیب شده ایستاده است. این کی باشد باز؟ خنده کنید حالا. دختر جوان در نصف شب با مرد در جای تنها وا میخورد. سبب چی باشد؟ انتظار شویم و فهمیم. اینها کجا گم شدن در یک لحظه؟ والله زند. چه امر دارید سردارم؟ بله، چه خیلی که با شما هم معلوم است با ما ضربه سخت زدند، ولی ما استواریم. رشاد را میشناسید؟ البته. همچون به یک نفر کارمند بالا حیفم می آید، اما تقدیر در دست خودش است. غیب زده است؟ هنوز نه، لیکن جناید را خوب میشناسم. ضعیف است، بر فشار طاقت نمی کند. امشب به راحت خواب رفته نتوانستم. برای خوبی به راحتتان چیکار باید کنم؟ شیر گرم خیلی خوب است، لیکن نمیدانم. مسئله جناید رو از ریشش کنیم چی؟ انا چاره خوبی خوابی به راحتم. خداوند جنگ من برای فهمیدن تشکر. او کش دادر فیراد. اگر داند که جناید فیراد را با پلیسا فروخته است، یعنی کار کرده جناید را میکشد. این آدم دیوانه‌ای تپتیور، در بدنش موادی ترکنده مانده می‌دراید. فکر میکنم این را چون پیشنهاد قبول میکنم. اگر او چنین کرده تواند، این فکر والا است. خواطر نشوید. او کش مبتلای دارو است. چشمش را نپوشیده این کار را میکند. مایلش، خبرهای تازه اتان را انتظارم. در اصل کسی مرا جیغ نمیزند، کسی نمیپرسد، لیکن یک استثنا میکنم. بگو، تو را گوش میکنم. امروز در پیش چشمم یک زن و کودک را به قتل رساندند و من کاری کرده نتوانستم. کارهایی که در پیش چشم من کردند، اگر گویم زنی حامله بچه‌اش را میپرتاید، این دو جسد چرا تو را اینقدر پریشان کرده است؟ آنها از این دنیا آرمانی رفتند. همه جا پر از افلاسی، پر از حیوانی. تنی تنها نمیتوانم. تا چندی میکشم باز هم زیادتر میشوند. من دم ما را زیر میکنم و فکر میکنم که سرش را زیر کردم. چرا همه اینها را با من نقل میکنی؟ روانشناس، در صف ما برای ضعیفان جا نیست. پیشنهادت تغییر نیافته است. انا آمدند. آرام باش. چی شد؟
танҳо нестем. инҷо мошин истодааст. моро таъқиб дорад. дар куҷо? рост дар паси ман. оҳистакак нигоҳ кун. дидам. чӣ кор мекунем? чизеро фош накарда хайр гуфта аз инҷо меравем. фаҳмидӣ? то боздид. خیر چی میگویی؟ تو ما را چی فکر میکنی؟ چی من با آدمی پرنده پرور مانندی دارم؟ جواب ده. و فکرت خیلی آسان است؟ یعنی اگر پیشنهادت تغییر نیافته باشد من آن را قبول دارم. ببین در این کشور چقدر افلاسی هایی که هست ما هم قاطیده ایم. سازمان های جانبداران راست چپ گروه های دیندار هم مایم. چی خیل؟ من چیزی نفهمیدم. قصه اسب تو رو میدانی؟ بله میدانم. انا قصه ما همین خیل است. همین خیل نه؟ یعنی به داخل گروه ها وارد میشویم. قصه ما همین خیل است. وارد شوی و در این گروه ها وارد می شویم. یگانه راهی سرکوب کردن آنها همین است. و درونشان در آمده قدر پیدا می کنیم. چی خیل می شود؟ آسان است. چقدر که از خودت نفرت کنی همان قدر عزت پیدا می کنی. کسی را که دشمن می دانند تو هم دشمن می دانی. تو را به حیرت می نگرند. مثل تو شدن می خواهند. بعد یک لحظه که خودشان انتظار نیستند بوم. کاری ما همین است. با آتش بازی میکنیم. نه به همه معقول است. این مثل در دست تپانچه داشتن و به هر طرف تیر خالی کردن نیست. این کار عقل و ذکاوت و صبر کردن را طلب میکند. من این گفته هایت را کرده میتوانم. تو بسیار یک رو هستی. مثل پدرم هستم. درباره او چی ها میدانی؟ بسیار چیز میدانم. از تو زیادتر میدانم. مثلا مثال نفری بود که خود را پنهان میکرد. بسیاری کسان او را مست و الست میدانستند لیکن چنین نبود. او یک داستان بود. زیرا در او جسارت ناتکرار دیده میشد. ذکاوت داشت. من راستی حیران میشوم. خودم پدرم را اینقدر نمیدانم اما این به تو چطور میسر شده است؟ بیدار شو. این راه پیش گرفته پدری تو است. ما همه شاگردان او هستیم. گوکمین اینجا جدا میشویم. تو نزد او کش رفت. باقی کاری من است. شد احتیاط باش.
کمک کنید. التماس کمک کنید. با من میگوید؟ خواهش میکنم با من کمک کنید. بله با من میگوید. این دختر یا بسیار ساده است و یا زیرک. ایوا این نجیب کو. آقای نجیب این چی تصادفی عجیب است. در اینجا چی کارو میکنید؟ تماشا بر اومدم. بخیر است؟ آنها میبینید آقای نجیب ماشینم ویران شد. نزد یک رفیقم رفته بودم لیکن گفت که بی وقت شده است. کاری کردن نمیتوانم. پگاه بیا گفت. و تو در راه موندی؟ دو خطای پی در هم. برای تعمیر در این ساعت و در این ساعت زنی جوان تن و تنها. حالا همین کار رو به کلی از خود نکردم. نمیدونم که این ماشین چی دردی پیدا کرده است. یک بینم چی؟ تو سری چنبرک شد. در گیرون. آنا کار کرد. خدایا توبه. ماشین دردی ندارد. پگاه البته به استخانه میبرم. خوش تو به خانه رفته میرساند. اگر خواهی من تو به خانه میبرم. تنها کمی راه های خطرناک است. نه من خودم میروم. با شما تشکر زیاد. شب بخیر آقای نجیب. با آقای هنر سلام رسانید. شکر که شما رو بخوردم. شب بخیر. شب بخیر. میگوی که رفیقم کی باشد؟ داند هم یکیت میداند. چی خبر مندو؟ چی کردی؟ سردارم یگید یک ساعت پیش از خونش بر آمد. با فاتح شیر گرفت و بعد با آدمی واخورد. اما از اینجا چیزی رو درست دیده نمی شود. از پایگی چاو حتما دستگیرش کن. با شوبه بیار. هرگز نمی آید سردارم. پس بسته بیار. چی خیل بسته؟ بالای چشمت ابرو هست بگو. یگان بهانه یاب. کوشش میکنم. لیکن این چی خیل می شود؟ پدرم همیشه به حال خودش بود. حالا من همچنانم. او برای من خیلی بر وقت مرده است. یک میزده بوده است. همین خیل بود. همین خیل میگویند. آن چیزی که دیده ای نیست. پدری تو دوستانه بود. چشم سازمان بود. بسیاری ها نمیخواستن. دست و پایش رو بستن. خفهش کردن. بعدن ما را یافت. تربیه کرد آدم شدیم. چشم سازمان؟ نام مخفیش مردوین. مردوین؟ ببخش که تو را به حیرت گذاشتم اما همه گفته‌هایم حقیقت است. حاضر تو همه چیز را گفتی. باز ما میبینیم. بها گذاری میکنیم. کنی ببینیم برای ما چی فایده میآورد. درباره پدرم باز چی ها میدانی؟ اگر با ما همراه شوی برای صحبت وقت زیاد میابیم. کدام وقت؟ تو را چی خیلی یافته میتوانم؟
من تو رو میابم. مردیون؟ مردیون؟ مرد؟ ایوان مرد ایوان مرد ایوان بخیر است؟ شعر میگویی؟ دیگر جای واخری نیفتیم اگر چی عیب دارد؟ مرده ها از زنده ها سیر را زیادتر میدانند. چی سیر بوده است؟ قاتل اساسی یکه فیرت را میدانم. براستی؟ کی بوده است؟ جنید زرد. از اکه $2 میلیون خواسته است. دید که نمیدهد با سرکمیسر او را میکشد. نخود این دامی بی‌حیاها رو ببینه؟ باز شما را میفروشد. پلیس دستگیر کرده است و چیزی که هست گفته ایستاده است. گروه شما رو در همین جا محو میگرداند. این خیل نمیشود. راه نمیدهم. چیکار میکنی؟ چی میکنم؟ یک تیرش میزنم. حاضر در شعبه است. کارت غیر امکان است. پس با خشک تر هم میسوزد. همه‌شان را یک جایه میکشم. در بدنم ماده ترکنده میگذارم و وارد میشوم. این خیل نمیشود. چی خیل نمیشود؟ تو مرا نمیشناسی مگر؟ جانم را دریغ نمیدارم. این از دعوا، این از جدال. این دشوار است. میلش تو خود خواهی دید میشود یا نمیشود. مندو تو اینجا چیکار داری؟ تو مرا تعقیب میکنی؟ ما مثل تو بیکار نیستیم. آخر تو هم ما را قبول میداری که در ادای وظیفه ایم. خب از من چی میخواهی؟ پیش درو با شوبه میرویم. آیسته دستت را گیر نباشد. سردارم با تو صحبت میکند. خدایا اگر گپ داشته باشد مرحمت خودش بیاید. چرا تو را روان میکند؟ بسیار گپ نزن. راه گرد. نباشد دستایم را بند برادر. میبندم. چی بود؟ من چی گناه دارم؟ تو عملهای ضد قانونی میکنی. چی خیل ضد قانونی؟ راه گرد. دستگیر شدی. دوستم مگر تو دیوانه شده ای؟ دوستم حقارت در وقتی ادای وظیفه زمیمه میگردد. گوش کن. دومی سگت کج گفته مرا اسیر کردن نمیتوانی. تو فهمیدی مرا؟ دوستم گوش کن. خاموش باش. آخر من کار دارم. سرده. مرا فروختند. روی راست فروختند. من در حجره حبس خانه نمیپوسم. هرگز نمیپوسم. من حبس نمیشوم. میبرایم. اما چی علاج؟ با چی علاج؟ خود را به بیماری میزنم. علاجش همین. خاطر دعوایمان
برای آزادی خلقمان. شهیدان دور نمیمیرند. تو اگر جنیدی زرد باشی، من اوکشی سرخم. چی شد برادر؟ افتیدم، سرم زد. در این خانه میده چه خیلی افتیدی؟ سرم را زدم، افتیدم. یاری تاجیل را جزنت. یاری رسان حکمت، یاری رسان. الو، یاری تاجیل را روان کند. کسی زخم برداشته است. اینجا چی گفت شد؟ چی شد؟ سردارم جنید زرد افتیده است و سرش کفیده است. افتیده است؟ چخیل در جای تنگ می افتد؟ نمیدانم، اما در حقیقت از سرش خون می ریزد. خدایا خداوندا. چی گفت کدش؟ سردارم با حجرش در آمدم، سر و چشمش پر از خون بود. افتیدم میگوید. چخیل افتیده است؟ و مثل که ماشین زده است. نمیدونم سردارم. زودتر یاری تاجیلی، از هوش میروم. یاری تاجیلی جغ زدید؟ بله سردارم. سردار ما اومدیم. در پیشی داریم. انتظار شوید می آیم. احتیاط کنید این رو. مایلش سردارم. سردارم پیش از ما اومده است. بسیار خوب. شاید به اتاقی بازپرسی می دراییم. جورا جان خاموش است. برایت گپ دارد البته. تو هم فهم آخر برای خوبی تو میکند. گوش کنید. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. خدای بزرگ من. سردارم، فاتح در خانه شیر میگوید شما اینجا با من بازی میکنید. یگید هر چی کرده خود کرده و خود یافتی. باز چی یافتم؟ برای مثال آشناهای نو یافته ای؟ کی مثلا؟ ملیکه. راستی گفت دختری زیبا، فارم، خوش صحبت. این به شما چه دخل دارد؟ مهراب جدیدترین فیلمی سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق، کاخ بربط، شکست آرزوها، آخر شکارش برار نگیرد، احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد خط و خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کاخ بربط ساعت 14. یک جویا با سایر سینمای نو. با دونستن کلمه و واژه‌های زیاد صحبت شما شنیدنی خواهد بود. واژه‌نامه الکترونی از تقدیمات مرکز پرودوسری همصدا
барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. Осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. филми сироҷиддини ғафурӣ. зан бояд пайдо шавад. ман ҳамин касро мешиносӣ? фаҳмидӣ демги ба ту як супориши қатъӣ. гап сари ҳисси миллӣ аст. мо дар 212 қисм медем. касе киса ҳафтаи оянда туй на дӯстони ноҳния забон. москва душанбе панҷшер. экшн филми сукут таваллуди синамои нав. рӯзҳои наздик. алиро дӯст медорад. ҷавобамро дод. дар фурӯш. аз студияи сорбон. бас сукут. нусхаи асл танҳо аз ҷониби студияи сорбон. ҳамаи масъалаҳо ҳал шуду танҳо масъалаи ман монд. ҳаёти шахсии ман ба шумо чӣ иртибот дорад? сардорам чӣ гап бошад? мегӯянд ки ҷунаyd афтидааст, барои ӯ омадааст. дар бараш 2 полис нею 4 полис монд. аз беморхона дур нашаванд. бо касеам суҳбат накунанд. эҳтиёт кунанд. итоат сардор. ёрӣ диҳед. ёрӣ диҳед. бардоред. сарам аз дасташ дард бардоред. мекунад. ана ҳамин оҳиста дор ин тараф бардоред. ана бардоред. бояд ба якчанд расмҳо нигарӣ. хамӯш, сардорам ба ту мегӯяд. ин корманди нав аст магар? кадомаш? не, якум маротиба мебинам. канӣ бин. дар расм бударо ту мешиносӣ? ӯкеш! ҷураҷон! йигит, ту чӣ кор мекунӣ? ҳомиён филм дар маркази продюсерии ҳамсадо аз туркӣ ба тоҷикӣ гардонида шуд. коргардон ва муҳаррир ғаюр ашури растагон, муҳандиси сабти овоз ва танзим латифи завурбек, тарҷумон илҳоми зуҳуриён, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ фарҳоди сафар, продюсер комилҷони сафар. ба нақшҳо овоз доданд фирӯзи умар, عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظرمند موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.